بسم الله الرحمن الرحیم. با نزدیک شدن ماه مبارک رمضان در میان مردم شایعاتی منتشر شده بر این که شاید روزه گرفتن انسان را بیشتر در معرض ابتلای به ویروس کرونا قرار بدهد. تا جایی که متخصصین امر اظهار نظر کردند، مقالاتی که در این زمینه نوشته شده و اظهاراتی که تاکنون بیان شده بنده پیگیری کردم، تاکنون هیچ گونه دلیل علمی و مدرک و سندی مبنی بر این که روزه گرفتن انسان را بیشتر در معرض ابتلای به ویروس کرونا قرار بدهد چنین دلیل و مدرکی تاکنون ثابت نشده و این صرفاً یک نوع شایعی هست که هیچ گونه مستند و پشتوانه علمی در واقع ندارد. منتها اگر ثابت بشود که یک فردی واقعاً مبتلا شده به این ویروس کرونا یا هر بیماری دیگری، در اون صورت این فرد جزو کسانی هست که از نظر شرعی مجاز هستند که روزه نگیرند، زیرا کسانی که بیمار هستند و به خاطر بیماری نمیتوانند روزه بگیرند یا اگر روزه بگیرند بیماریشون شدت پیدا میکند یا صحت و سلامتیشون به تأخیر میافتد، از نظر شرعی اجازه دارند و میتوانند که روزه را بخورند و بعد از ماه مبارک رمضان هر وقتی که الله متعال به آنها صحت و عافیتی را عنایت کرد و توانستند روزه بگیرند، در آن وقت روی این روزهایی رو که روزه نگرفتن قضا بیاورند. اما صرفاً به محض این که به اصطلاح یک شایعه‌ای را ما بشنویم یا این که تبلیغات سوئی در این زمینه بشود یا احتمالی داده بشود که شاید به اصطلاح ما مبتلا به این ویروس بشویم، این نمیتواند مجوز شرعی قرار بگیرد برای این که ما بتوانیم که روزه رو و این فرض الهی رو ترک بکنیم یا به تأخیر بیاندازیم. پس بنابراین همان گونه که عرض کردم خدمت شما، هیچ گونه دلیلی برای این شایعه وجود ندارد و از نظر شرعی هم ما باید روزه بگیریم، بلکه برعکس هم بسیاری از پزشکان که نظراتشون پخش شده اظهار نظرهایی رو داشتن معتقدند بر این که روزه گرفتن مناعت جسمی و به اصطلاح تقویت بیشتری می شود برای بدن و سبب می شود که انسان بیشتر سالم بماند و از این ویروس کرونا بیشتر محفوظ بماند.